سیاست اسلامی چیست؟ نقش سیاست در اسلام چیست؟ مهمان امروز برنامه مسیر جناب زبیر اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده هستند. حالا ما یک تعداد مردم را می‌بینیم که بیشتر صحبت می‌کنند که باید دین از سیاست جدا شود. بله. در واقعش دین و سیاست چه ربطی داره؟ بالخصوص دین اسلام با سیاست. پیشنهادم با دوستایی که میگن ما دین را از سیاست جدا بکنیم، پیشنهادم هی است با یک جهان بینی خیلی وسیع و باز ما وارد همی آموزه های دینی میشیم، بی‌طرفانه دینی اسلامی. ما و شما بحث و بررسی میکنیم. اگر ما متفق به این شدیم که اسلام و آموزه های دینی نه تنها در کانتکست های ایدئالیستی چی هستند، بلکه در کانتکست ها و در حرکات و در رویکردهای غیر آرمانگرایانه واقعی گرایانه هم پاسخگو هستند، اینم باز بحث دین و سیاست کاملا روشن میشه. اولین بحث سیاست اسلامی از کجا آغاز شد؟ بعد از سقوط خلافت اسلامی، چنانه که شرح کردم، دیگر سر و صدای اسلام و سر و صدای حاکمیت اسلامی در جوامع انسانی دیگر به یک ترتیب میتونه بگوییم که به صورت مطلق نه، به صورت نسبی خاموش شد. ایده آمدن با یک دستگاه معرفتی به خاطر احیای روح اسلامی قد علم کردند، اصلاح گفتند، اصلاح گفتند، اصلاح گفتند، اصلاح اندیشه دینی گفتند تا سید جمال الدین افغانی. سیاست اسلامی چیست؟ نقش سیاست در اسلام چیست؟ در این برنامه مسیر روی حل این سوالات خواهیم پرداخت. اما در نخست ویدیوی کوتاه. مهمان امروز برنامه مسیر جناب زبیر اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده هستند. جناب اندیشمند صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه امروز مسیر. سلام، احترام دارم خدمت شما صافی صابگران قدر و خدمت همه بینندگان عزیز چینل یوتیوب وزین و گران قدر فراز. تشکر میکنم از شما که مرا امروز در برنامه بسیار خوبتان دعوت کردین. بخیر و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه مسیر. اگر در نخست یک معرفی کوتاهی از خود داشته باشین و همچنان قسمی که از دوستان شنیدم شما کتاب‌های را هم نوشتین، مقالات هم نوشتین، در مورد کتاب‌هایتان بگوین، در مورد مقالات خود بگوین که بیشتر در چه موضوعاتی بوده و روی چه موضوعات بیشتر شما کار کردین. تشکر صافی صابگران قدر. ما یک مدت میشه که در همین حوزه فکری معرفتی گفتمان اعتدالگرایی دینی خصوصا در حوزه محدود دین و سیاست قلم‌های زدیم، نمیفهم که مورد پسند دوستها و خوانندگان و مشفقین قرار گرفته یا که نگرفته، که بحث جدا است. نخستین اثر ما تحت عنوان اسلام و سیاست در سال 1402 در کابل منتشر شد در 251 صفحه و در قط رقیق. و در کتاب اسلام و سیاست بحث ما بحث اعتدالگرایی دینی است، یعنی فهم بنیادین از آموزه های دینی و فهم بنیادین از در گرفتن لجام دو عنصر دین و سیاست به خاطر رسانیدن جامعه انسانی و پویایی و کمال و سعادت. و کتاب دیگری که آماده به چاپ است، فعلا فرصت از این ما نتونستیم فعلا پیدا بکنیم که او را به دست چاپ و نشر و تکثیر بسپاریم، تحت عنوان منطق بنیادین فهم دین. یک عنوان بزرگتری هم داره که داخل پرانتز و عنوانش بگیریم به خاطر فهم بیشتر. نگاه بر رویکرد فکری معرفتی، گفتمان اعتدالگرایی دینی، منطق بنیادین فهم دین و توسعه سیاسی افغانستان. جوهره اصلی بحث در کتاب منطق بنیادین فهم دین ای است که ما میتونیم با فهم بنیادین آموزه های دینی خود ما را به سعادت
و کشور ما را به توسعه سیاسی برسانیم. ولی اکثریت ناهنجاری هایی که در جوامع اسلامی یا بلاد اسلامی صورت گرفته، خواه ناخواه بخوایم نخواهیم، هدایه که به یک ترتیب ذهن منتقد دارن و با دیدگاه های انتقادگرایانه خودشان همه از این ناهنجاری ها را به دامن پاک اسلام پیوند میتن. ما به خاطر تطهیر نمودن دامن پاک اسلام از چنین چرندیات و از چنین سفسطه ها و مغالطه ها مجبور هستیم که نخست بیاییم اسلام به صورت بنیادین فهم بکنیم. بعد فهم بنیادین از آموزه های دینی و با مطابقت با آموزه های دینی سیاست متحر ما در روی دست بگیریم و با از این سیاست و با یک جا نمودن دین و سیاست، دو عنصر گل سرسبد جوامع انسانی یا بشری، ما میتونیم با یک جا نمودن متن مقدس دین و با یک جا نمودن فرآورده های عقلی بشری هم جوامع را، هم دین به پویایی برسانیم و هم جوامع و سیاست خود ما را به چی برسانیم؟ به توسعه سیاسی برسانیم. و مقالات گوناگونی هم از ما صفحه صبح عزیز در ژورنال ها و مجلات معتبر داخلی و خارجی به نشر رسیده. ما مقالات متعددی دارم که در که به فکر و به ذهنم باشه انشالله که خدمتتان میگم. نخستین مقاله ما تحت عنوان از او مقاله به نظرم که فعلا در فکرم نیست. خب مقالات متعدد دیگری است، مثلا سنت و مدرنیته، بررسی دستگاه فکری حسن حنفی، این مقاله است. و مقاله دیگه است تحت عنوان پیده تکفیر در منظومه معرفتی اسلام، و مقاله دیگه است آزادی عقیده و پدیده ارتداد در اسلام، و مقاله دیگه است از اجتهاد تا جهاد، و مقاله دیگری است تحت عنوان بررسی تطبیقی اندیشه های ابوعلا مودودی و سید قطب، مقاله دیگری است تحت عنوان اندیشه سیاسی علامه محمد اقبال لاهوری که در مجله اکادمی ادبیات پاکستان به چاپ رسیده، و مقالات متعددی که در ژورنال‌ها و در مجلات گوناگونی به نشر رسیده. و در پیوند به برنامه‌های تلویزیونی میتونم براتون بگویم به گونه قطع نخیر، تخمینش شاید که غالب بر 100 برنامه تلویزیونی فکری در رسانه‌های معتبر داخلی ما دارم که ایدهشان در یوتیوب فعلا موجود است، دوستان میتونن استفاده بکنن. و در کنفرانس های ملی و بین المللی هم شرکت کردیم در داخل کشور و در خارج کشور. خیلی عالی. و دیدار با علما و دانشمندان کشورهای همسایه از جمله پاکستان، دیدار با دستگاه علمی کشور دوست همسایه پاکستان، دکتر صاحب نجیب عارف رئیس اکادمی علوم پاکستان، و در کنفرانس های بین المللی که از کشور ترکیه، کشور خود پاکستان، از افغانستان در پیوند با اندیشه های مرحوم علامه دکتر محمد اقبال لاهوری فیلسوف شرق اسلامی و مولانا جلال الدین محمد بلخی و سلطان باهو بود شرکت کردیم، سخنرانی داشتیم و بحث های گوناگون. بسیار خوب. شما قسمی که صحبت کردین بیشتر کتابتان در مورد سیاست اسلامی بله. بیشتر پرداخته. حالا ما یک تعداد مردم را میبینیم که بیشتر صحبت میکنن که باید دین از سیاست جدا شود. بله. در واقعش دین و سیاست چه ربطی داره؟ بالخصوص دین اسلام با سیاست چه ربطی داره؟ صفحه صاحب عزیز، خوشحال شدم به نکته بسیار جوهری و اساسی خودت ترکیز کردیم. میتونیم که برنامه را بسیار نیک پیش بریم. در نخست باید ما دین را بشناسیم، چون که در پیوند به روح کتاب منطق بنیادین فهم دین براتون گفتم. درست ما باید دین فهم بکنیم. دین چیست؟ دین برای انسان آمده یا انسان برای دین آمده؟ وظیفه دین چیست؟ وظیفه دین رسانیدن انسانها به کمال مطلوب، هم در این دنیا و هم در آن دنیا است، در جهان باقی. و وظیفه سیاست پویا نگه داشتن، سیال نگه داشتن جوامع انسانی، اینجا اجتماع و با خلط نبودن از اینا، یعنی با یک جا نمودن توأم دانستن دین و سیاست، با برداشت از متن مقدس به خاطر به سعادت رسانیدن انسان و جوامع انسانی، و با سیاست به خاطر گرفتن لجام جوامع انسانی، چی میکنیم؟ ما میتونیم هم انسان و هم جوامع انسانی را به کمال برسانیم. دقیق. حالا با یک جا نمودن دین و سیاست، دین سیاسی یا سیاست دینی
این دو عنصر چی هستند؟ عنصر پویا هستند، یعنی عنصر جاری هستند، عنصر سیال هستند. در سیاست اسلامی سیاست یک عنصر جاری است، یعنی یک عنصر ایجابی است، نه یک عنصر سلبی. عده‌ای از مردمی که عده‌ای از متفکرین، دانشمندان و پژوهشگرانی که آمده بر جدایی دین و سیاست چی از نقطه نظر مرجعیت دینی فتوا میتن و چی توده ها و ملت ها که بر اساس یعنی نشأت گرفته از احساسات توده‌گرایانه خودشان ابراز نظر میکنن که دو عنصر دین و سیاست باید از هم جدا باشه، دلایل خیلی عدیده داره. دلایل 1 2 4 8 10. ما اگر بر همه دلایلشان ترکیز بکنیم سخن به درازا میکشه. بحث نخست شباید مطرح بسازیم که چرا چنین ایده در ذهن متدینین و غیر متدینین خلق میشه که باید دین و سیاست و در جامعه اسلامی اسلام و سیاست از هم جدا شه. آیا اسلام پتانسیل ازیر نداره که یک دین سیاسی باشه؟ آیا اسلام ظرفیت ازیر نداره که یک دین سیاسی باشه؟ و اگر دین سیاسی شد چی میشه؟ بالای مردم جبر اعمال میکنه، بالای مردم اختناق حاکم میکنه. باید به چی بپردازیم؟ مشکل در دین است یا مشکل در سیاست است یا مشکل در کارگزاران است؟ در اسلام، در تعریف اسلام ما میخوانیم در تعریف متعدد میگه که اسلام عبارت از سلسله آموزه های است که از جانب خداوند متعال به حضرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه حضرت جبرئیل امین نازل شد. حضرت پیامبر هم با همین آموزه های عمه جانبه، زمانی که آموزه های عمه جانبه میگیریم دیگه همه موارد در بر میگیره، تمام موارد زندگی، همه شؤون زندگی رو در بر میگیره. یعنی دین دیگه یک بسته کامل میشه. دین تنها یک بسته اعتقادی نیست صفحه صاحب عزیز که ارتباطات مرا با خداوند برقرار بکنه. دین تنها یک بسته نشد، یعنی دین تنها یک عنصر روحانی نشد که مبتنی بر روحانیت باشه و در متن اجتماع کار نداشته باشه، بلکه سیاست از بدن دین برخواسته. پیامبر چی کرد؟ با اینمی آموزه های عمه جانبه بر ساختن کیان جامعه چی کرد؟ اقدام کرد. نه کیان جامعه که میگیم، جامعه یک مفهوم اعتباری است. جامعه بدون انسان معنا دیگه نداره. جامعه بدون انسان معنا نداره. ما انسان ها هستیم که بر جامعه معنا میبخشیم، اعتبار میبخشیم و میشه جامعه انسانی. اگر انسان ها نباشند در روی زمین که دیگه یک معنا نداره. معنا نداره. خب پیامبر چی کرد؟ پیامبر آمد دخست فکر ساخت. این فکر با ساختن فکر و بعد از سری کارهای دیگری که پیامبر که در سیرت ایشان موجود است دوستان میتونن مطالعه بکنن، چی کرد؟ بعد از ساختن فرد، اگر ایدئولوژی بگوییم، چون ایدئولوژی یک عنصر بدنام شده امروز در میان جوامع انسانی، ادعای از این برداشت متناقض میکنن، یعنی برداشت سو میکنن. بهتری است، خوبتری است، من را ترجیح میتونم که بگوییم انسان ساخت، فکر ساخت، یک دستگاه معرفتی ساخت حضرت پیامبر بزرگ اسلام، یک تمدن ساخت، یک مکتب ساخت. و بر اساس اینمی آموزه های عمه جانبه بعد همه مشقت هایی که در عالم اسباب پیامبر بزرگ اسلام متقبل شد، آمد به یثرب. این دیگه وقت چی است؟ وقت ازی است که واقعیت سیاست در بطن و در صورت سیمای اسلام تبلور پیدا بکنه، روشنی پیدا بکنه. با رسیدن حضرت پیامبر بزرگ اسلام به یثرب، پیامبر فرمان داد، گفت نام اینجا را ما مدینه میگذاریم. اصحاب پرسیدن، گفتن یا رسول الله، مکانی که در همه ادوار تاریخی یثرب بوده، مکانی که تاریخ‌های گوناگونی در این رقم خورده، چرا ما این را بر مدینه تبدیل کنیم؟ پیامبر بر اصحاب گفت ما دین سیاسی است، ما دین اجتماعی نیست. اسلام تنها آیینی نیست که ارتباط محمد با خداوندش برقرار کنه. اسلام تنها آیین روحانی و شعار تبعیدی نیست که تنها مبتنی بر روحانیت و معطوف بر روحانیت باشه. اسلام پتانسیل اراده جامعه را داره. اسلام پتانسیل برداشتن وزن امپراتوری ها و برداشتن وزن حاکمیت ها و احکامیت ها را
و ارائه خدمات بر انسان ها به خاطر سهولت بر همین انسان ها داره. چنانه که دین به خاطر انسان آمده که انسان به سعادت برسانه و جامعه را به قول عبدالکریم سروش از حالت ایستایی یا ایجابی در یک حالت سلبی به قول ملا صدرا سوق بده. ما با سیاست اسلامی چنان یک جامعه نمونه می سازیم، چنان یک حرکت نمونه را انجام میدیم که بر شرق و غرب دنیا، در اقصای دنیا، از فارس امروز تا چاد و از چاد تا خراسان و از خراسان تا همه امپراتوریایی که است، نه از نظر زور شمشیر، نه از نظر شیون زولانه، بلکه از نقطه نظر دستگاه معرفتی اسلام این مردم برای ما چی بکنن؟ رجوع بکنن. و اگر از این نقطه نظر، یعنی از رهگذر معرفتی و فکری آمدن که خوب، اگر نامدن دین اسلام در ضمن از که دین معرفت است، دین فکر است، دین عقل است. افلا یعقلون. چرا شما تفکر نمی کنید؟ چرا شما فکر نمی کنید؟ ما دین در دنیای اسباب، ما بر اساس عقلانیت خود ما بر اساس اجتهاد خود ما چی میکنیم؟ به خاطر تصاحب اینمی سرزمین ها و به خاطر پخش و نشر پیام خدا در جامعه انسانی چی میکنیم؟ ما حرکت میکنیم. پس اسلام چی شد در بعد خودش؟ اسلام در بعد خودش یک دین سیاسی شد. حضرت پیامبر بزرگ اسلام بعد از اینکه در مدینه و در سرزمین عرب اسلام سامان میگیره، با یک ترتیب کیان جامعه عرب کاملا یکسان میشه، یعنی یک جامعه نمونه مثالی، میتونیم بگیم که یک ایدئال اسلامی. یکی از متفکرین مسلمان میگن که آرمان شهر اسلامی، روزگار پر افتخار اسلام، یعنی اسلام صدر، یک جامعه آری از تناقضات. زمانی که ما میگیم آری از تناقضات، یکی از دوستا شاید در ذهن دوستایی که دغدغه‌مند هستن و ذهن منتقد دارن در فکرشان خلق شده که انسان موجود عصیانگر است. نه، انسان میتونه که کارهای زیادی را انجام بده، جنایاتی را انجام بده، کارهای خلافی را انجام بده. این به این معنا نیست. به معنای از این نیست که نه خیر، حتی پای مرکب در چی میگه در پل نمیشکست، یا حتی چی میگه حق هیچ بیوه خورده نمیشد، حتی حق هیچ یتیم پامال نمیشد. کارا میشد، چون عالم اسباب است. یس امروز امی جوامع غربی را که ما و شما مثال میتیم، یعنی جوامع مثالی، یکی از دوستای روشنفکر ما و یکی از دوستای نوندیش ما که زیادتر در کانتکست های نوندیشی دینی بحث میکنن، بحث میگن که جوامع غربی، آمریکا، اروپا یک ایدئالیسم دارن، ایدئال خودشون خلق میکنن. همین ایدئالیسم امینا مثلا مشکلاتی در جامعه غربی ما امروز داریم، این بر مشکلات عدیده از نظر فکری به او بحث نمیکنیم، و بحث جدا، مگر همین جامعه ایدئالی را که امروز اینا پیشنهاد میکنن مشکلات عدیده ای داره که اگر به تک تک از اینا بپردازیم ما نمیتونیم که بحث ما را مدیریت بکنیم. عین قسم. حالا در پیوند به این که میگن که دین سیاست نداره، خود دین سیاسی شد، پس دلیل چیست؟ چرا مردم میگن؟ به خاطر چی؟ پس برمیگردیم به اصل بحث میگردیم. گروه رادیکال اسلامی مثلا در چاد، در سودان، یک گروه اسلامی است، در پیشانی خودش کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته است. تیلشه یا نفتشه سعودی برش میته، سلاحی که در دستش است امریکا برش میته، ساخت سلاحش سلاح روسی است، قتل و قتال را که میکنه بشریت و بنده های خدا را به قتل میرسانه، جانب مقابلش هم کلمه میخونه و در پیشانی خودش هم کلمه نوشته است و در وقت قتل هم وطن مسلمان خودش هم تکبیر میگه. این چی شد؟ این دلیل شد که ایده میگن خیر ما با یگانه عنصر، با جدایی دو عنصر میتونیم چی بکنیم؟ جلوگیری از اینمی ناهنجاری حاکم بکنیم در جامعه اسلامی. ما به جای از اینکه بیاییم به نقد کارکردهای متدینین که چگونه از آموزه های دینی به خاطر توجیه نمودن عملکرد سیاسی اجتماعی خودشان استفاده میکنن، به نقد از این بپردازیم، ما آمده خود ما به گردن جوهر دین خود ما را ویزان میکنیم. مولانا میگه که زان که از قرآن بسی گمراه شدند، زین رسن قوم درون چه شدند، مر رسن را نیست جرم ای انود،
چون تو را سودای سربالا نبود. تا قیامت قرآن میزند ندا که ای گروه جهل را گشته فدا. خداوند متعال جل جلاله در کتاب مقدس خودش میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میگه هو بندگان، او توده ها، میگه شما تفرق نکنین، شما فرقه نشین، شما شعوب قبایل نشین و به یک رسم الهی که امان و توحید است. در بحث کلانش دین است و در بحث محدودترش میکنیم که همین قرآن معرف و تفسیر کننده دین است. شما از این امیر رسمان محکم بگیرین و خودتان به طرف سعادت برسانین. در اسلام سعادت تنها آن جهانی و این جهانی نیست. قبلا رد کردم، گفتم اسلام روحانیت نداره. در اسلام جناب صافی صاحب عزیز نهاد روحانیت نیست. هیچ کس نمیتونه مدعی شه که من نماینده دین هستم. هیچ کس نمیتونه مدعی شه که من از آدرس خداوند صحبت میکنم. این استبداد میآفرینه، این اختناق خلق میکنه. در اسلام همه مردم، همه امت نماینده دین خدا است. ما هیچ نهاد تحت عنوان روحانیت و نماینده خدا که از آدرس خدا در روی زمین صحبت بکنه و ما را ارشاد بکنه نداریم، الا متفکرین، دانشمندان، علمایی که بر اساس متن مقدس و یک سری فراورده های عقلی بشری با تطابق از دو عنصر انسانها را و جوامع انسانی و اسلامی را اردو بودش در بر میگیره، به سعادت و به طرف پویایی و به طرف چی میگه ایجابی بودن سوق میتن. این بحث ازی ما نیاز جدی به چی داریم؟ نیاز جدی، حالا اگر ما بگوییم که پس شما اسلام مورد نقد قرار ندین، میگن که ما اسلام مورد نقد قرار ندیم، عمیق قتالی که فعلا در سودان صورت میگیره یا قتالی که در مقاطع زمانی در هند صورت گرفته یا قتالی که مثلا در کشورهای عربی صورت گرفته، این بر اساس دین است، بر اساس متن دینی است، بر اساس نص قرآن است، بر اساس حدیث حضرت پیامبر بزرگ اسلام است، بر اساس روایت هایی است که امام بخاری کرده در کتاب بخاری، بر اساس روایت هایی است که ابو داود کرده. یعنی خودش دین شد. اینجا ما تو مبهم میمونیم. بعض به چی برمیگرده؟ ما نیاز جدی به چی داریم؟ مثلا من شخصی هستم، دوستای از من هر کدامش برداشت های متفاوت دارن. احمد از من برداشت متفاوت داره، محمود از من برداشت متفاوت داره و همه دوستایم. دو تا دوست من نتونستم پیدا بکنم که از من یک برداشت چی داشته باشن، واحد داشته باشن. هر دوست من از امی برداشتی که نسبت به من داره بر سایرین امی برداشت بازگو میکنه. ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به اصلاح برداشت ها داریم. مرحوم علامه محمد اقبال لاهوری کتاب نوشته تحت عنوان بازسازی اندیشه دینی در اسلام. مرحوم محمد بقایی ماکان کتاب از انگلیسی به فارسی برگردان کرده، ترانسلیت ترجمه کرده و مرحوم احمد آرام هم کتاب تحت عنوان احیای فکر دینی که از نظر تکنیکی مشکلاتی داره، احیا و بازسازی نقدای برش وارد است، ترجمه کرده و برای دوستا پیشنهاد میکنم که کتاب احیای فکر دینی فیلسوف شرق اسلامی اقبال بزرگ مطالعه بکنن و در ترجمه محمد بقایی ماکان کتاب بازسازی اندیشه دینی را مطالعه بکنن. ما نیاز به چی داریم؟ ما نیاز به اصلاح تفکرات دینی داریم. دین اصلاح هست، دین مشکل نداره. ما نیاز به اصلاح و جرح تعدیل قرائت های دینی داریم. ما نیاز به احیای اونمو روح اسلامی داریم که محمد عربی با صهیب رومی و با سلمان فارسی آمدن در جوامع مدینه، چنان حاکمیت پویای اونجا حاکم ساختن که از کسرایان فارس تا فراعنه مصر و مثلا تا حبشیان حبشه همه شفته حاکمیت حضرت پیامبر بزرگ اسلام شدن. این بحث خوشبینانه نیست یا یک بحث آرمانی نیست. بیاین من همیشه برای دوستایم خودم که دغدغه اصلاح دارن پیشنهاد کردیم، براشون گفتیم بجای از اینکه ما و شما در کانتکست های ایدئال بریم، یعنی در کانتکست های ایدئالیستی ما و شما حرکت بکنیم، بیایم ما و شما با حفظ آموزه های دینی در چوکات ها و در جای قدم دانشمندان و علما و گذشته اونا خود ما در کانتکست حرکات مثلا میتونیم بگوییم که ریالیستی حرکت بکنیم. واقعیت های جامعه امروز چی حکم میکنه؟ در غرب
به دل آسمان ها رفتند، پا به کره مهتاب گذاشتند، به قهر آسمان ها رفتند، به قهر ابحار رفتند، اکتشافات کردند، اختراعات کردند، یک دستگاه صنعتی خیلی 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 بزرگی را اختراع ساختن که امروز جوامع اسلامی با اینمی عنصر مقدس خودش به نام دین که خودش سردار دنیا میدانه، امروز در مقابلش بیچاره شده. ما بیچاره، پاکستان بیچاره، پاکستان پرقدرترین کشور اسلامی است، ایران بیچاره، فلسطین بیچاره، چاد بیچاره، سودان بیچاره، اندونزی بیچاره، مالزی بیچاره. چرا این بیچارگی؟ ما نیاز به چی داریم؟ چرا ما با حفظ دیانت ما، با حفظ توحید ما به طرف عقلانیت اسلامی حرکت نکنیم؟ چرا همیشه خود به دنبال نسل باشیم؟ تا زمانی که عقلانیت نباشه، نسل ما کجا میتونیم درک بکنیم؟ حضرت پیامبر بزرگ اسلام نظرت میخوایم که بحث ما دراستر شد. زمان حضرت معاذ بن جبل جای به عنوان سفیر روان میکنه، میگه یا معاذ، که بگو یا رسول الله، میگه که به فلان جایی که من تو روان کردم اگر چنان یک قضیه آمد چی میکنی؟ میگه که به می قرآن، به می حکم الهی مراجعه میکنم. میگه بگیریم در قرآن نبود، پیامبر حکیم بود، پیامبر در ضمن ازی که یک چی میگه پیام آور الهی بود، یک حکیم بود، صاحب حکمت بود. میگه که در قرآن نیافتم، به حدیث رسول الله، به سنت خودت مراجعه میکنیم. میگه بگیریم، عالم اسباب است. همین بحثی که در یک مقطع زمانی برای خودت پیش میشه، در مقطع زمانی که من حیات هستم پیش نشده. چی میکنی؟ در سنت رسول الله نیافتی چی میکنی؟ میگه به عقل خود، به اجتهاد خود رجوع میکنم. در شانه معاذ میزنه، میگه درود بر محمد پیامبر خدا که یار و همراه چون معاذ دارد. مگر ما مسلمان ها چی میکنیم؟ ما مسلمان ها امروز بر اساس امی قرائت دینی، بر اساس امی پیام رحمت، بر اساس امی قرائت های تطهیر کننده، اینمی جوامع انسانی را که او حضرت محمد بر ما پیام روشنی داد، چی جور میکنیم؟ این گفتنش بر ما بسیار مشکل است. پیامبر آمد بر ما پیام فردوس برین داد، هم در این دنیا و هم در او دنیا، هم در این جهان و هم در او جهان. خطاب کرد، گفت دین شما دین دو جهانی است. زمانی گفتم روحانیت نداره، تنها مبتنی بر روحانیت نیست. تازه آتنا فی دنیا حسنتان و فی الاخرت حسنتان و قنا عذاب النار. میگه شما تا زمانی که دنیایتون ساخته نتانین، آخرتتون ساخته نمیتونین. مگر ما چی کردیم؟ بر اساس همین متن مقدس ما امروز خون میریزانیم. خوب. بر اساس همین متن مقدس ما و شما همین آیات مقدسه چی میکنیم؟ تخدیر میسازیم. صحبتم خلاص میشه، یک دقیقه اجازه میخوایم. پس برمیگردیم به بحث دیگه. حالا پیشنهادم با دوستایی که میگن ما دین را از سیاست جدا بکنیم، پیشنهادم هی است، بگونیم مطلق میگم، حاشیه‌ای نمیکنیم. میگم دوستان گرانقدر، شما نخست بیاین ما و شما در یک رویکرد فکری معرفتی، نه ایدئولوژیک، بحث ایدئولوژیک نمیخوایم. بحث ایدئولوژیک ما را از کانتکست حقایق دور می‌سازه. با یک جهان بینی خیلی وسیع و باز ما وارد همین آموزه های دینی میشیم، بی‌طرفانه دینی اسلامی. ما و شما بحث و بررسی میکنیم. اگر ما متفق به این شدیم که اسلام و آموزه های دینی نه تنها در کانتکست های ایدئالیستی چی هستند، بلکه در کانتکست ها و در حرکات و در رویکردهای غیر آرمانگرایانه واقعی گرایانه هم پاسخگو هستند، اینم باز بحث دین و سیاست کاملا روشن میشه. اگر ما را متفق ساختن که نه خیر، نه، اسلام فقط یک آیین روحانی است که ارتباط شما را همراه خدایتان برقرار بکنه و در متن اجتماع کار نداشته باشه، که بحث جداست که باز پیرامون از او در جای خودش باید بحث صورت بگیره. بسیار زیاد تشکر جناب اندیشمند عزیز، بسیار واضح بیان کردین. من باور دارم اگر چنین مناظره های هم بعضا صورت بگیره، به نظرم به نفع اکثریت است. ما یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. جناب اندیشمند عزیز، بعد از شما قسم گفتین خدای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین کسی بود که در پهلوی ازی که
دین را به ما آموختان یک سیاستمدار هم بود. بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین، امویان، عباسیان تا خلافت عثمانیان، چه چیزای بر سیاست اسلامی اضافه شد؟ آیا موضوعات بود که اضافه شد؟ چون اگر در حکم روی بگوییم در سلسله عباسیان و امویان قسمت های زیاد مربوط به خلافت عباسیان و امویان میشه. آیا موضوعات هم اضافه شد در طول، چون بیشتر شما سر موضوع اجتهاد و همچنان عقلانیت هم تاکید داشتین؟ بله. صافی صاحب عزیز نکته خوبی را اشاره کردین. پس عصر اسلام صدر که عصر پیامبر بزرگ اسلام بود که یک جامعه نمونه و یک جامعه آرمانی، نه تصویر آرمانی ما از او عصر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اینجا پیشکش کردیم. بعد از اونا آمدن حضرت خلفای راشد بر سر قدرت شدن که عصر خلفای راشد هم گذشته از سری مباحثی که در عالم اسباب از جمله عوامل محتوم است. یعنی ما انسان هستیم، انسان ها قطعا در روی زمین طغیان میکنن، عملهایی را انجام میدن که در مغایرت با اساسات چی داره قرار داره. سری بحثای بود. به صورت مطلق نمیتونیم بگیم یک جامعه کاملا معصوم بود. کاملا معصومش باز یک امر قدسی میشه دیگه. ما از امر قدسیش دوباره پاره پس میکشیم میم در یک امر این جهانیش، چون ما ترکیز ما بالای عقلانی ساختن سیاست هست دیگه. در امر این جهانیش حضرات خلفای راشدین چنان عقلانیت در رعایت فراست سیاسی داشتن که همه جامعه را بعد از رحلت پیامبر بزرگ اسلام که بنیانگذار یا بانی از جامعه بود مدیریت کردن. با همون روی کرد ارشادات از روی متن و مباحث بر اساس فراورده های بشری، فراورده های عقلی بشری، بر اساس عقلانیت خودشان. و بعد اونا در عصر خلافت های گوناگونی که ما شما برمیگردیم، بحثی را باید اینجا که جاهای دیگری هم گفتیم باید خدمتتان برز برسانم، خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر، که خلافت ها در هر نقطه از جامعه انسانی که اینجا شکل گرفتن در روی زمین متصل از چی شدن؟ از چندین بحث شدن. یکی متصل از جامعه شدن. مثلا خلافت هایی که در خراسان شکل گرفته بود، خلافت های دینی اسلامی، اینا متصل از سیاست های ایران شهری شدن. این سیاست های ایران شهری فارابی در کتاب خودش که اتفاقا نام کتابشان فعلا از یاد من رفته، فارابی بارها یادآور شده است که حاکمیت های اسلامی در خراسان متصل از سیاست های ایران شهری شدن. مثلا حاکمیتی که مثلا حاکمیت اموی ها متصل از سیاست غربی اندلسی بود، متصل شدن. این بر اساس عقلانیت یونانی، بر اساس عقلانیت یونانی و فلاسفه غربی چی شدن؟ آمدن استفاده های کردن. مگر با تأسف زیاد، با تأسف فراوان باید بگوییم و از حقایق نباید پاره پس بکشیم، چون اگر میخوایم که بحث گفتمان در جوامع اسلامی همیشه داغ باشه و روشن باشه و ما به جای تخاصم بر گفتمان‌های اعتدالگرایی رجوع بکنیم، باید واقعیت‌های عینی هر زمانه تاریخی را، یعنی ادوار تاریخی را چنانی که بوده باید ما و شما بازگو بکنیم. با تأسف زیاد به خاطر حفظ قدرت سیاسی همه خلافت‌هایی که بودن بالای جوامع تقلب و استبداد خودشان حاکم ساختن. یعنی چنان یک حاکمیت نمونه ای را که حضرت پیامبر بزرگ اسلام و بعد از حضرت پیامبر بزرگ اسلام خلفای راشد چنان یک حاکمیت، چنان یک جای پای را از خود به جا گذاشتن، با تاسف بسیار زیاد که خلافت های اسلامی نتونستند به جای پای اونها حرکت بکنن. چرا؟ اینجا گفتم که حاکمیت اسلامی شد حاکمیت مدنی. حاکمیت مدنی پاسخگو به مردم است، پاسخگو به توده ها است، پاسخگو به ملت ها است. زمانه رسید که خلفای از این خلافت ها، یعنی بالا یک خلافت ترکیز نمی کنیم، باز بحث بزرگ میشه، دامنش دراز میشه.
این خلافت ها زمانی که مردم بالا اینا بر اساس امو روی کرده را که پیامبر و خلفای راشد از خود به جا گذاشته بودن سوال کردن، اونا به سوال پاسخ ندادن. در ضمن از اینکه پاسخ ندادن، سوالات را چی ساختن؟ پرسشگران را سرکوب ساختن. من مقاله مبسوطی در این باب نوشته بودم تحت عنوان سیر در اندیشه سیاسی مسلمانان در فراز و فرود تمدن اسلامی. یعنی اندیشه سیاسی مسلمانان، نظریه های سیاسی از مثلا از ماوردی تا خوجه نظام الملک تا غزالی تا ابن تیمیه و تا امثال هم از اینا نظریات خودشان در باب سیاست بیان داشتن. من گفتم ما در مقاله مبسوط خود نوشتیم که با تأسف بسیار زیاد به خاطر حفظ خلافت خودشان و به خاطر حفظ قدرت سیاسی با تأسف که اینا متقلب شدن، که بالاخرش مثلا ما از گذشته های دور برمیگردیم به 1924 خلافت عثمانی به وسیله مصطفی کمال اتاتورک و عده‌ای از عناصر خارجی و عده‌ای از عناصر عربی سقوط داده شد. آخرین خلافت اسلامی سقوط داده شد و آخرین میخ به تابوت خلافت اسلامی کوبیده شد. یکی از طرف عناصر داخلی کوبیده شد یا از طرف عناصر خارجی کوبیده شد یا توأم کوبیده شد، دیگه که کاملا بحث جداگانه ای است. همین خلافت عثمانی را که ما شما می‌بینیم از سیاست‌های ترکی متاثر شده بود و در اکثریت موارد سلطان محمد فاتح به معنی واقعی کلمه یک سلطان بود، یک حاکم بود، یک خلیفه بود. مگر عده‌ای از خلفای عثمانی هم استبدادهای خودشان داشتند، یعنی اختناقات را بالای مردم ترکیه و جوامع اسلامی اینا حاکم ساخته بودند. تا زمانی که بعد به این بحث بپردازیم جناب صفی صاحب عزیز، حاکمیت ها تا زمانی که از داخل پوسیده نشن، یعنی تا زمانی که از داخل پایه های اینا لنگان نشه، هیچ نوع عنصری نمیتونه اینا را از بیرون براندازه. عنصر بیرونی مثلا میتونیم بگوییم که ضربه زدن سر انسان به کوه است. خود انسان هم کار میشه مگر به کوه هیچ معلوم نمیشه، الا زمانی که پایه های حاکمیت، پایه های دولت در درون متزلزل شود، از درون فرو باشه. مثل مریانه همه خلافت های اسلامی را گذشته از خلافت خلفای راشد و خلافت هایی که واقعیت در اساس آموزه های دینی و بر اساس اوامر عقلانی مشروع خودشان به خواستهای مردم که چون مؤسسه خدماتی هستند پاسخگو بودند که ما را با خوبان کار نیست، مگر اکثریت خلافت هایی که در نتیجه تخاصمات سیاسی اینا از هم پاشیدن، پایه های اینا از قبل متزلزل شده رفته بود. این تزلزل از اینا نتیجه کارکردهای خودشان بود، تخاصم هایشان نتیجه کارکردهای خودشان بود. حالا مثال سادهش من مثال براتون بگم. زمان اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق یک امپراتوری بود، یک امپراتوری خیلی خیلی عظیم بود در دنیای معاصر، در عصر مدرنیته. مگر اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق دور نمیریم کشورهای آسیای میانه را کاملا از خودش متصل ساخت، اینا را در چنگال آهن خودشان گرفت تا سرحد از این که رسم خط خودشانه، مثل تاجیکستان از تاجیکی به سریلیک در آورد، از ازبکستان از ازبکی به سریلیک در آورد. امروز از زمانی که تاجیکستان در تقسیم میشینی، عده زیادشون تا زمانی که امروز روسی صحبت نکنی فارسی را نمیفهمن. عین قصه همین خلافت های متقلب اسلامی بالای رعیت اسلامی و بالای امت اسلامی همین سلسله اختناقات را به خاطر چی؟ به خاطر حفظ قدرت سیاسی اعمال ساختن که در نتیجه صفحه خلافت بسته شد. بعد از بسته شدن صفحه خلافت یک ناهنجاری خیلی خیلی محکم در بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی حاکم شد تا زمان به میان آمدن دولت ملت ها و ترسیم مرزهای سیاسی در جوامع انسانی. بسیار زیاد تشکر اندیشمند صاحب. ما در مورد ازی صحبت کردیم که قبلا بعضی از خلافت هایی که بود موضوعات را اضافه کردن و یا هم متأثر از جایی که بودن، متأثر از منطقی که بودن، متأثر از اینا بودن. ولی بیایم سرزی صحبت بکنیم که اولین بحث سیاست اسلامی و یا هم بحث هایی که مربوط به سیاست میشه هم مربوط به اسلام میشه، اولین بحث ها از کجا آغاز شد و اگر
شما در مورد مقطع زمانیش هم صحبت بکنید خیلی عالی خواهد. عالی است. بعد از سقوط خلافت اسلامی چنانه که شرح کردم، دیگر سر و صدای اسلام و سر و صدای حاکمیت اسلامی در جوامع انسانی دیگر به یک ترتیب میتونه بگوییم که به صورت مطلق نه، به صورت نسبی خاموش شد. چون دیگر مسلمانان توان عزیره نداشتن که علیه تقلب غیر مسلمانان اینا قد علم بکنن. چون زمانی که اینا سخن داشتن، زمانی که اینا گپ داشتن، یک حاکمیت پر ابهت اسلامی، یعنی یک حاکمیت خیلی خیلی بزرگ اسلامی، یک امپراتوری در اختیارشان بود. حاکمیت اسلامی، خلافت اسلامی، دولت اسلامی، هر اصطلاحی را میتونیم استفاده بکنیم. مگر بعد از هم پاشیدن خلافت اسلامی دیگه بحث چی شد؟ بحث به صورت مطلق نه، میتونیم بگیم به صورت 80% دیگه بحث یک طرفه شد. مسلمین به خواب انحطاط رفتن. یک مثال از مصر براتون میتونم. زمانه بود که عبدالکریم با لشکر ناپلیون در جنگ بود در مصر. آمادگی را بر جنگ گرفتن. مسلمان ها آمادگی بر جنگ تن به تن داشتن. مگر زمانی که جنگ آغاز شد، ناپلیون با یک صنعت جنگی خیلی خیلی مؤثر وارد مصر شد. حالا که مسلمانان آمادگی بر جنگ تن به تن دارن، مگر لشکر غرب با تکنولوژی و با صنعت آمده به خاطر مبارزه. مسلمانان زمینگیر شدن. مسلمانان چی شدن؟ مسلمان زمینگیر شدن. بعد زمینگیر شدن مسلمانان دو بحث اینجا مطرح شد. بحث نخست که مسلمان ها در مایوسیتی که داشتن مایوستر شدن، و بحث دیگه که در انحطاط تاریخی که اینا فرو رفته بودن یک تکان خوردن. جوامع غربی در حال ساختن قوه دفاعی بود، در حال پرورش عقلانیت بشری بود، در حال رفتن به کره ماه و مهتاب بود، در حال اکتشافات و اختراعات بود. مگر با تأسف بسیار زیاد در جوامع شرقی همه دغدغه متدین مسلمانانی بود که ریش فلانی کوتاه است و ریش فلانی دراز است. همه دغدغه جوامع انسانی بود، جوامع اسلامی بود که در نماز ما رفع الیدین بکنیم و رفع الیدین نکنیم. زمانی که اینا با ارتش ناپلیون سر خوردن، همه این انحطاطاتی که اینا را درگیر ساخته بود، ذهنشان مشغول ازی بود، از هم پاشید. ایده آمدن با یک دستگاه معرفتی به خاطر احیای روح اسلامی قد علم کردن، اصلاح گفتند، اصلاح اندیشه دینی گفتند تا سید جمال الدین افغانی. و ایده دیگر از بطن جامعه اسلامی و از میان مسلمین با استفاده از مرجعیت دینی فتوا بر جدایی دین و سیاست دادن. و بار چندم ما دین و سیاست جدا بکنیم، فرارده های عقلی و بشری در جوامع ما بیاریم تا بتانیم با جوامع غربی در تقابل باشیم. تا زمان علامه سید جمال الدین افغانی گفت نه خیر، گفت ما با حفظ دین ما، با حفظ آموزه ها و گزاره های دینی ما جوامع اسلامی را هم به توسعه سیاسی میرسونیم، هم روح خفته اسلام بیدار میکنیم. منظور اینه که اسلام میگم خود دین نیست، مسلمانان هستند. حاکمیت های اسلامی است. هدیه از پژوهشگران صفی صاحب عزیز معتقد به این هستند که روح سیاست را دوباره در کالبد اسلام سید جمال الدین افغانی دمید. سید جمال الدین افغانی به کشورهای مثل ترکیه، به کشورهای مثل مصر، افغانستان، پاکستان، هند و امثال هم کشورها سید جمال حرکت کرد با حربه دین و سیاست. یک بحث بسیار روشن سید جمال الدین افغانی و شیخ محمد عبدو با ارنست رونان فیلسوف فرانسوی است. رونان به سید جمال میگه که
میگه که ما در جوامع غربی دو عنصر دین و سیاست را جدا کردیم، عقلانیت را در جای خودش گذاشتیم و روحانیت را در جای خودش. ما غربی ها به سعادت این دنیوی رسیدیم، به صنعت رسیدیم، به تجارت رسیدیم، به سعادت رسیدیم، به توسعه رسیدیم و همه فرارده های عقلی بشری که شما مشاهده میکنین در نتیجه آزادی فکر به میان آمده. چون دین پایش بر تعبد است، مگر عقلانیت پایش بر آزاداندیشی است. سید جمال الدین افغانی که رحمت خداوند بر او جواب بسیار زیبا میده، میگه که به رونان میگه که شما با جدا نمودن دین و سیاست به سعادت این دنیوی رسیدین، مگر ما با جدا نمودن دین و سیاست که ایده به جدایی از متن و بطن خود ما فتوا دادن از علای اعلین به پایین ترین درجه که اسفل سافلین است رسیدیم. شما سعادت خودتان در جدایی دو عنصر دین و سیاست جستجو کردین، مگر اگر ما دین و سیاست را باز توأم ببینیم و به قول مرحوم علامه محمد اقبال لاهوری ماده و معنا ببینیم، یعنی جسم و روح ببینیم دوباره این دو عنصر، شما به سعادت این جهانی رسیدین، ما به سعادت دو جهانی میرسیم. اور نصرالدین خودش میگه زمانی که من سید جمال دیدم فکر کردم که یکی از انبیای مسلمان است. میگه فکر کردم که یکی از نزدیکان خود من به مثل ابن رشد اندلسی رشته من برایش مباحثه میکنم. و پس از سید جمال الدین افغانی بخشش باشه، شیخ محمد عبدو به میان میاد. پس از شیخ محمد عبدو که دیدگاه های اصلاح گرایانه می داشته باشند در باب دین و سیاست، پس از شیخ محمد عبدو علامه رشید رضا به میان میاد. و پس از علامه رشید رضا کسی به میان میاد عبدالرحمن کواکبی است. ما عبدالرحمن کواکبی را در معرفت اسلامی ما به عقیده هستم که میگم عبدالرحمن کواکبی استبداد شناس ترین متفکر در جهان اسلام بوده و است و آثارش تا زمانی که انسان ها دینی به نام اسلام داشته باشند و در صحنه اذهان و قلوبشان دغدغه اسلام داشته باشند، کتاب های که علامه کواکبی در باب استبداد دینی سیاسی نوشته پاسخگوست. کواکبی سخن داره و پس کواکبی اینجا تا این سرحد مبانی بحث دوباره در هم تنیده شدن دین و سیاست شکل میگیره. حالا که دیگه همه از زیر خاک شده بود، اینجا جریانی به میان میاد تحت عنوان اخوان المسلمین مصر. شیخ، امام، تا اندازه فقیه، سیاستمدار، مجاهد، مبارز، اصلاحگر، مدرنیتخواه به نام حسن البنا به میان میاد، یک حرکت اصلاحی سیاسی را به نام اخوان المسلمین شکل میده. روایتی از مرحوم سید قطب علیه رحمه است که صحت و سقم روایت را میمانیم برای مورخین، مگر مضمونش عالی است. و ما در کتاب‌های در مقدمه شیعه خواندیم که سید قطب مرحوم در آمریکا محصل است. سید قطب میگه یک وقت شب من از خواب بیدار شدم که همه چراغای در شهری که زندگی میکنم روشن است. میگه که دیدم که مردم ها به شهر برآمدن و یک عده محدود چهره‌های بسیار خندان و خوشحال دارن و بحثی را جشن میگیرن. پایین شدم رفتم پرسیدم که بحث چی است؟ میگه کسی برام گفت که حسن البنای مصری رهبر اخوان المسلمین مصر شهید شد. گفتم چی شد؟ گفت شهید شد. گفت من اصلا دغدغه دین و سیاست اصلا دغدغه دین ندارم، چون سید قطب یک ناسیونالیست بود. سید قطب که کتاب معالم فی الطریقش منفیست همه حرکت ها و جریان های سیاسی در جهان اسلام است، یک ناسیونالیست بود، اصلا دغدغه دین نداشت. به زمانی که بالا رفتم به فردایش همه دار و ندار خودم جمع کردم، آمدم به مصر. عضویت حزب اخوان المسلمین مصر گرفتم و با احیای اندیشه دینی و دمیدن روح اسلام صدر در اسلام امروزی. زمانی که اسلام صدر میگیریم مجددا تذکر باید بدم که اسلام منظور به دستگاه مسلمانان هست دیگه. در هم تنیدن ازی آمدم شروع کردم.
سید قطب کارهای بسیار زیاده کرد. میتونیم میگن که از مخالفین میگن که سید قطب معلم گفتمان اسلام سیاسی عصر است. سید قطب کتاب نوشت تحت عنوان معالم فی الطریق. من به یقین هستم که کتاب معالم فی الطریق منفی است همه جریان های رادیکال و میانه رو و مثلا معتدل در جوامع اسلامی است. و به این حقیقت دارم هر حرکتی که بعدا شکل میگیره تا زمانی که رجوع نکنه و تا زمانی که الهامش از معالم فی الطریق سید قطب نگیره نمیتونه را به جایی ببره. سید قطب کارهای بسیار زیادی کرد، مبارزات فکری بسیار زیادی انجام داد، مشقت‌های زیادی دید. تا سرحد ازی که در داخل تنش‌هایی که داشتن جمال عبدالناصر سید قطب را گرفت و حکم اعدامش صادر ساخت. خدا رحمت کنه عبدالسلام عارف، این بزرگی سید قطب بعد درک کنین، رئیس جمهور عراق به وسیله تلگراف برای جمال ناصر پیام خود رسان، گفت سید قطب تنها شخصیت منحصر به مصر نیست که توی را اعدام بکنی. من از پیش خواهش دوستانه میکنم که تو سید قطب اعدام نکن. بزرگی شخصیتشان شد. مگر سید قطب از مبارزه خودش دست نکشید. سید قطب از مبارزه خودش دست نکشید و مبارزه ادامه داد. تا بار دومی که اخوان المسلمین دست به ترور جمال عبدالناصر خواست بزنه و ترورشان ناکام شد، عبدالناصر دوباره خواست که سید قطب را اعدام بکنه و سید قطب با تأسف زیاد در مصر اعدام شد. یک بحث جالبی هم داره. یکی از شیوخ شکمپرست مصری درباری محکمه میره سید قطب میگه که زمانی که میخوان اعدامش کنن میگه که کلمه تا بخوان که اعدام میشی. سید قطب یک خنده یک پوزخند بسیار ملیح میزنه به طرف شیخ که با آباب و قباه بسیار بالا بلندی آمده و لباسهای بسیار روحانیت گرایی داره و سید قطب با همیشه با دریشی مدرن نکتایی و ریش کل، ریش تراشیده شده، در همه چی در غرب بود چی در مصر بود همه جا این به طرف ازی میبینه لبخند میزنه میگه من به خاطر از شهادتین امروز سرم در یلقی دار میره، مگر تو به خاطر از شهادتین امرار رو نفقه میکنی؟ من به خاطر ازی شهید میشم. مفاهیم ایمانی بسیار محکمی است. و پس از سید قطب یک بحث دیگر را هم در پیوند به سید قطب بگوییم که سید قطب گذشته از جنبه های مدرنیت آرایی که داشت یک سر انسان سلبیگرا بود، یعنی به طور مطلق حکمت غربی را حکمت اروپایی را نفی میکرد. حالا از اکویناس گرفته تا افلاطون و ارسطو و سقراط و دکارت و کانت و لاک و کلاک و نیوتن و اسپینوزا و امثالهم از اینا هر کدامشان بحری از علوم و فلسفه هستند که جوامع انسانی نیاز به چی داره؟ به خوانش دستگاه های فلسفی اینا داره. مگر سید قطب همه اینا رو ترد میکرد، نفی میکرد، رد میکرد که در رابطه به این موضوع با سید قطب ما موافق نیستیم. یعنی تشخیص های جامعه شناسانه سید قطب و تجویز های ایدئولوژیک قرن 20 هنوز هم سرآمد اکثریت گروه های رادیکال میانه روی است که ما شما جامعه انسانی میبینیم. در نوع اسلامیش ایده آمده به جنبه های مدرنیت آرایشی توجه کردن و ایده هم آمده به جنبه های سلبی ایدئولوژی و اندیش های سید قطب ترکیز زیاد کردن که راه ویش هم میبینیم و راهیش هم میبینیم. اخوان المسلمین به گونه صریح به انتخابات، به دموکراسی، به رفراندوم فتوا داده. اخوان المسلمین معتقد است، در میان اخوان المسلمین، در بطن اخوان المسلمین دانشمندا و متفکرین و پژوهشگران آمدن میگن که دموکراسی اصلا زاده خود اسلام است. اسلام یک دین دموکراتیک است. عبدالکریم سروش یک عنوان خیلی زیبایی داره میگه که حکومت دموکراتیک دینی. کتاب زیبایی نوشته سروش تحت عنوان فربتر از ایدئولوژی. این جریانات رادیکالی که دین را ایدئولوژی میسازند، دین را محدود میسازند در کانتکست های بسیار 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 خردتر. سروش میگه که نخیر، دین ایدئولوژی نیست، دین عنصر فربتر از ایدئولوژی است. یعنی لباس ایدئولوژی در بدن دین تنگی میکنه. دین بسیار یک هیکل فراخ است
که هر آن چیزی را که ما بخواهیم در جامعه انسانی در بدن دین جستجو بکنیم، یا امور برای ما میده یا با رویکردهای عقلانیت محورانه و حقانیت پرورانه ما خودش برای ما تشجیع میکنه که اگر ایده نیست شما میتونید بر اساس عقلانیت خودتان ایره به دست بیارین. پس از سید قطب متفکرین و دانشمندان دیگری آمدن از بحث اسلام و سیاست گفتن. مگر من معتقد به این هستم و در ضمن ما همه دوستانی را که در افغانستان در پیوند به حوزه دین و سیاست قلم زدن و در حوزه خاورمیانه از قرضاوی گرفته تا محمد اماره تا ایران، حاکمیت ایران، نه حاکمیت امروزی ایران، خمینی مرحوم بر اساس تشریح های مقتدی صدر که از شاگردان سید قطب انقلاب ایران راه اندازی کرد. آمد امام خمینی حاکمیت را گرفت، رفراندوم کرد، رئیس جمهور تعیین کرد. بعد از انتخابات یکی از زنا را معاون رئیس جمهور تعیین ساختند، رهبر مذهبی تعیین ساختند، وزارت شؤون اوقاف، وزارت دفاع و امثال هم بحث ازی. ولی برداشت ها متفاوت. بحث های گوناگونی در این باب بعد پس از سید قطب شد، مگر بحثی که هیچ کس به پایه سید قطب نتونست خودش در بحث گفتمان اسلام و سیاست برسانه. هیچ کس به پایه سید قطب در بحث گفتمان اسلام و سیاست رسیده نتونست. بحثی است که باید سید قطب هم در کانتکست تاریخی خودش مطالعه بکنیم. سید قطب را در مطابقت با زمینه و زمانه خودش مطالعه بکنیم. اگر از اون ما فراتر بگذاریم، یعنی اندیشه های سید قطب را امروز تطبیق بسازیم که بسا فاجعه است. ما در مورد خود سیاست اسلامی صحبت کردیم. جایگاه تصوف، عرفان و معرفت در سیاست اسلامی چیست؟ خیلی عالی. جناب صفحه سب عزیز بحث خوبی را مطرح ساختین، واقعا دلچسب. عرفان و تصوف و نقششان در معرفت اسلامی و در بحث کوچکترش در سیاست اسلامی. محدودتر در بحث شما، عشق و اشراق، وابستگی قلبی و خداوند متعال انسانها را از لجام گسیختگی دنیا در امان می داشته باشه. سیاست یک کانتکست عقل محاسبگر است، یعنی عقل طغیانگر است. در سیاست عقل همیشه طغیان میکنه. مگر عنصری که باید عقل مهار کنه کدام عنصر است؟ خصوصا در دستگاه دینی، معرفت دینی، یعنی دین سیاسی. علامه و فیلسوف شرق اسلامی اقبال بزرگ میگه که اگرچه عقل فسون پیش لشکر انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. نظیری نیشابوری شاعر قرن پنجم است. حضرت سعدی علیه رحمه میگه که از انبیای شعراست و میگه که گریزت از صف ما هر که مرد غوغا نیست، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. علامه اقبال در پیوند به مهار نمودن عقل محاسبگر اشراق پیشنهاد میکنه، عشق پیشنهاد میکنه. و جامعه فاقد عشق و اشراق و عرفان نمونه مثالی جامعه غرب میاره که همه غم انسانیشان مبتنی بر سود و مبتنی بر مادیات است. چون انسان تنها موجود مادی نیست. در فرهنگ دینی ما انسان تنها موجود مادی نیست، بلکه دارای ابعاد معنوی خیلی خیلی وسیع‌تری است. فلاسفه غربی معتقد به این هستند، خصوصا افلاطون، که میگن انسان عالم صغیر است. مگر فرهنگ دینی ما میگن نه، میگه انسان عالم کبیر است. از عالم کنونی کده، از عالم مادی پرانتز مادی کده، انسان نزد خداوند جایگاه و مرتبه خیلی بلند داره و انسان در درون خودش عالم است. حضرت مولانا میگه که پس به صورت عالم اصغر توی، پس به باطن عالم اکبر توی. حالا به خاطر مهار نمودن عقل محاسبگر و عقل سودخواه در فرهنگ اسلامی،
عرفانی که بتونه انسان به خداوند نزدیک بشه، عرفان گذشته از شتیهاتش، عرفانی که با یک بصیرت قلبی، با یک قلب روشن بتونه انسان و انسانیت را و دستگاه سیاسی را به خداوند نزدیک بکنه و نزدیکی از اینا و نزدیکی دستگاه سیاسی به خداوند، دستگاه سیاسی را از کارکردهایی که به نفع جوامع انسانی و اسلامی و به نفع دیانت اسلامی نیست باز می‌داره. و جناب اندیشمند صاحب، حکومت هایی که قبلا حکومت های اسلامی قبلا در گذشته بوده، چه درس هایی را ما میتونیم برای جامعه امروز از اونا بگیریم؟ حاکمیت هایی که در ادوار تاریخ اسلامی و جهان اسلام حاکمیت های داشتند، خلافت های داشتند، امارت های داشتند، با مطالعه مورودی از اینا حاکمیت های اسلامی امروزی یا حاکمیت میتونیم حاکمیت ها در جهان اسلام و کشورهای اسلامی میتونن که این تجربه را بگیرند که هیچ زمان در هیچ زمانی در هیچ مکانی چنانه که حاکمیت های متغلب، حاکمیت های مختنق، حاکمیت هایی که بر اساس متن مقدس آمده بالای رعیت ها، بالای ملت ها، بالای توده ها حاکمیت خودشانه ولو به یک ترتیب میتونیم بگوییم، به اصطلاح میتونیم بگوییم که در صورت عدم موافقت ملت امو سرزمین حاکم ساخته بودند که در نتیجه سرنوشتشان به کجا انجامید که امروز زجرشان ما در جهان اسلام میکشیم، مایوسیتشان ما در جهان اسلام میکشیم. باید از این تجربه تاریخی بگیرند. حاکمیت ها از این باید تجربه بگیرند که یگانه عنصری که میتونه انسان ها را و سیاست را و دین را و دستگاه سیاسی را به سعادت برسانه دین است. دین است. کدام دین؟ دینی که به خواسته های ملت پاسخگو باشه، نه دینی که فروا بکنه شکم حاکمان را. دینی که به خواسته های حاکمیت چی باشه؟ به خواسته های ملت پاسخگو باشه. و در مقابل ملت هم مسئولیت ها و رسالت های در قبال دستگاه سیاسی داره. یک طرف نباید قضاوت بکنیم. ملت ها در قبال دولت ها به گونه 100% باید پاسخگو باشند. چنانه که دولت ها در قبال ملت ها چی هستند؟ پاسخگو هستند. و پاسخگویی این دو نهاد مردم و نهاد دولت میتونه هم دولت را به توسعه، به رفاه، به توسعه و به پویایی و به سیالیت برسانه و هم میتونه انسانها را به کمال و سعادت این جهانی برسانه. بخیر و سلامت باشین اندیشمند عزیز. بسیار سخنای مؤثر بود، در کل بحث ما خیلی مؤثر بود. من باور دارم که بینده ها از بحث امروز ما موضوعات خیلی خوب را یاد گرفتن و آموختن. در این قسمت از برنامه اندیشمند عزیز ما یک بازی داریم. بازی ما قسمی است که ما چندین شخصیت و دانشمند نزد خود نوت گرفتیم. بسیار. ما دوتایش براتون نام میگیرم، شما باید از بین هر دو یکی را انتخاب کنید و باید دلیل انتخاب کردنشان هم یادآوری کنید. از امام غزالی و ابن تیمیه آغاز میکنیم. کدامش؟ کوتاه پاسخ هست؟ میتونیم کوتاه و یا هم تفصیلی یک مقدار تفصیلش اگه جاتر باشه مشکل نداره. حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی علیه رحمه. چرا؟ چون حجت الاسلام ابو حامد غزالی با نوشتن کتاب احیای علوم دین دوباره معرفت را در کالبد ایستای اسلام دمید. و چرا ابن تیمیه نه؟ ابن تیمیه هم دانشمند و متفکر خیلی پرآوازه جهان اسلام است و نظریات و نظریه های در نحو سیاسیش گذشته از بحث های اعتقادیش که به او ترکیز نکنید، در بحث های سیاسیش سخنهای بسیار زیبایی هم ابن تیمیه داره. یکی از سخنهای ابن تیمیه است که میگه اگر 3 نفر در راه میرفتن باید 1 نفر برای خود امیر و آمر تعیین بکنن. مگر در قبال باز بحث سخن دیگه هم ابن تیمیه داره که میگه 60 سال حاکمیت مختنق مستبد بهتر از 1 سال خلای قدرت است. امام غزالی را به خاطر ادعای مثلا معتقد به این هستند که غزالی آمده کمر حکمت اسلامی را شکست، چون فلاسفه اسلامی ابن سینا و امثالهم اینا معاد جسمانی را گاه حامدانه و آمدانه
به یک ترتیب نفی میکردن، غزالی آمد در کتاب تحافت الفلاسفه بر نفی اینیا پرداخت و کمر معرفت و عقلانیت اسلامی را شکست. مگر من در نقطه مقابل معتقد به هستم که نه خیر نه. غزالی خیلی 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 فراتر از این کسایی است که میگن آمد کمر معرفت اسلامی را شکست. غزالی در رادیکال بودن نقد فلاسفه از جانب غزالی شکی نیست، مگر غزالی خودش در واقع از جمله فلاسفه‌ای بود که آمده فلسفه را نقد کرد. غزالی قبل از اینکه به نقد فلسفه بپردازه کتاب مقاصد الفلاسفه را نوشت. یعنی غزالی نوشت که من فلسفه میدانم که آمدیم چی کردیم، فلاسفه را نقد کردیم. به گونه یک مطلقاً براتون بگویم، مطلقاً که مفصلا براتون شرح باید بکنم که غزالی کمر معرفت اسلامی را نشکست. در یک قالب نصرگونه براتون بگویم، بلکه غزالی جرعه‌ای از نصر را، جرعه‌ای از عقلانیت را بر اشعریگری نوشاند. بسیار خوب. امام غزالی و یا هم ابن رشد. امام غزالی و ابن رشد ترکیبتان بسیار زیبا است. دو شخصیت همیشه متخاصم هستند. امام غزالی در قرن پنجم کتاب تحافت الفلاسفه را نوشت. بر نقد فلاسفه پرداخت، بر نقد رادیکال فلاسفه پرداخت از منظر فلسفی. مگر ابن رشد اندلسی بعدها از اندلس قد برافراشت و کتاب تحافت التحافه را نوشت. غزالی گفت تحافت الفلاسفه، گفت یاوه‌گویی فیلسوفان، گفت اینا یاوه میگن. ابن رشد آمده در مقابلش کتاب نوشت تحافت التحافه، گفت یاوه‌گویی یاوه‌گو. در نقد چی؟ در نقد کتاب تحافت الفلاسفه. مگر تا امروز ابن رشد نتونسته که خودش پای غزالی برسانه. بازم غزالی. درست. ابن رشد و یا هم ابن سینا. چون در بحث آزادی اندیشه و عقلانیت پروری در کتاب تحافت التحافه ابن رشد سخنهای زیادی داره و ابن سینا گاهی گاهی در پیوند به دستگاه دولتی سخنانی را بازگو نساخته، در نسبت میان دو ابن رشد. درست. ابن رشد و یا هم فارابی. فارابی معلم ثانی است. معلم اول افلاطون است، معلم ثانی و معلم دوم فارابی است. درست. اگر ما چیزی داریم امروز به نام فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی، فراورده عقل فارابی است. درست. فارابی و هم سید جمال الدین افغان. در واقع دو شخصیت فارابی و سید جمال الدین افغانی هم از نظر مکانی، هم از نظر زمانی و هم از نظر معرفتی یک درز بسیار بزرگ میانشان است. در مقطع زمانی سید جمال سید جمال الدین افغان و یا هم شیخ محمد عبده. علامه سید جمال الدین افغانی. چرا شیخ محمد عبده نه؟ چون علامه سید جمال الدین افغانی از جمله اسلاف شیخ محمد عبده است. شیخ محمد عبده خودش از مریدان سید جمال بود. درست. سید جمال الدین افغانی و هم سید قطب. یکم سخت‌ترش کنم. چون سید قطب شخصیتی است که در جای پای علامه سید جمال پا گذاشته و چون سید جمال دیدگاه‌های اصلاح گرایانه و مدرنیته طلب داشت، مگر سید قطب همیشه ترکیز بر فرهنگ اسلامی داشت. والله بسیار مشکل است. ما همیشه به سید قطب به چشم یک عاشق دیدیم، چون عاشق دیگه اهل چون و چرا نیست. چون همیشه دغدغه ما را داشته. علامه سید جمال که بزرگ است میگیریم سید قطب اینجا. درست. سید قطب و یا هم اقبال لاهوری. سخت‌تر اینجا دیگه باز مشکل تر میشه. اینجا دیگه باز مجبور هستیم که از گلیم عشق پای فراتر بمانیم و حرکت بکنیم به طرف علامه و فیلسوف بزرگ شرق اسلامی که از همه علما و دانشمندان و متفکرین پژوهشگران کرده درد ما ملت و امت بیشتر درک کرده بود، اقبال بزرگ. خیلی خوب. و در نهایت اقبال لاهوری و یا هم امام مودودی. امام مودودی علیه رحمه شخصیت متفکر خیلی بزرگ جهان اسلام است که ما مدیونش هستیم، مگر اقبال. هر دوش از یک سرزمین هستند. چرا در انتخاب آخرتان باز هم اقبال بود؟
صفحه صاحب عزیز، ما از اقبال یک نام میشنویم، محمد اقبال لاهوری. مگر در واقع این شخص 10-12 تا شخصیت است که در یک فردیتی به نام اقبال جمع آمده. فیلسوف است، دارای دستگاه فلسفی است. عنوانی است که به فلاسفه بزرگ معروف غرب مثل نیچه، مثل فیخته نمیشه عنوان داد. اینا دستگاه فلسفی ندارن. حتی پورسینا و فارابی هم دارای دستگاه فلسفی نیستن. مگر اقبال دارای دستگاه فلسفی است. نمیگم دستگاه فلسفی به این معنی که یک متفکر در همه حوزات فکری، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی دارای نظر است، صاحب نظر است. نظرش نسبت به همه متفکرین ارجحیت داره. در کل فیلسوف است، سیاستمدار است، دینشناس است، قرآن پژوه است، اسلام شناس است، فلاسفه تا سرحد میتونیم بگوییم که مکتاگارد. غزالی یعنی اقبال دارای دستگاه فلسفی است، مثل کانت، مثل هگل. دیگرها دارای دستگاه فلسفی نیستند. از همه بهتر اقبال سیاستمدار، سیاست شناس بود، دانشمند علوم سیاسی بود، جامعه شناس بود. از همه مهمتر اقبال پایه‌گذار یک دولت خیلی قدرتمند اسلامی است. پاکستان. پاکستان محصول اندیشه‌های اقبال است. دقیقاً. حالا که هر بحثی را که حاکمیت پاکستان امروز مطرح می‌سازه یا بحث‌های مرزی را که با پاکستان داریم، این بحث جداگانه ای است. مگر ما در دانشمندان معاصر هیچ دانشمندی را در قامت اقبال نمیتونم ببینم. اقبال پیام بسیار زیبا و روشن برای ما داره. بسیار پیام زیبا و روشن. میگه چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. غطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین اندیشمند عزیز. واقعا برنامه پرمحتوا بود. من باور دارم که همه لذت بردن، شخصا که لذت بردن. اگر در آخر کدام پیام برای بیننده ها داشته باشین میتونید که کوتاه پیامتون را بگید. تشکر میکنم از شما صفحه صاحب عزیز و تشکر میکنم از بینندگان عزیز چینل یوتیوب فراز که تا همکنون برنامه ما را با حوصله‌مندی تام و کامل دیدن، و تشکر میکنم از پرودوسر و تهیه کننده برنامه در چینل یوتیوب فراز که ما را برنامه وزین و برنامه زیبای خودشان دعوت کردند. پیامم در عموم یکی است و مختصر. پیامم به جوانان افغانستان هی است که هیچگاه دست از کنکاش و پژوهش و سیالیت و دست از حرکت در راستای کسب معرفت بر ندارند. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما هم بیننده های عزیز که تا این دم با ما همراه بودین. چینل یوتیوب فرازکست را دنبال کنین، سابسکرایب فراموشتان نشه و از برنامه های بعدی ما هم با خبر شوید. تا برنامه بعد، بدرود.